اگه دوست داری داخل پاورپوینت هم لوگو طراحی بکنی، این ویدیو رو تا آخر ببین. سلام معلم پلاسی عزیز، در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از آموزش‌های پاورپوینت در معلم پلاس. امروز می‌خوایم یه دونه لوگوی باشگاه تراکتور رو طراحی بکنیم. کافی وارد بخش اینسرت بشیم، شیپ رو انتخاب بکنیم و یه مستطیل رو اینجا رسم بکنیم به این صورت. حالا دوباره میایم در بخش شیپ ها، مستطیل رو انتخاب میکنم و یه مستطیل کوچیک‌تر دقیقاً وسط مستطیل بزرگم رسم میکنم به این صورت. حالا با نگه داشتن دکمه کنترل هر دو تاش رو انتخاب میکنم، در بخش فرمت ها میام و گزینه کامباین رو انتخاب میکنم به این صورت که اشتراک دو تا مستطیل رو برام داشته باشه و رنگش رو هم قرمز میکنم. حالا دوباره دایره رو انتخاب میکنم و چرخ جلوی تراکتور رو رسم میکنم به این صورت. حالا دوباره دایره رو انتخاب میکنم، یه دونه دایره کوچیک‌تر هم درون وسط دایره بزرگم رسم میکنم. حالا دوباره هر دوتا رو با کنترل نگه انتخاب میکنم و کامباین رو میزنم و رنگش رو هم قرمز میکنم به این صورت. حالا نوبتی هم باشه، نوبت چرخ عقب تراکتور هست. برای این کار هم میام و دوباره دایره رو انتخاب میکنم، از بخش شیپ ها دایره رو انتخاب میکنم و اینجا یه دونه دایره رسم میکنم. شما میتونید دکمه شیفت رو نگه دارید و دایره رو دقیق‌تر رسم کنید. اندازش رو تنظیم میکنم و با توجه به لوگوی باشگاه تراکتور اینجا یه دونه بیزی هم رسم میکنم به این صورت. جهتش رو یکم کج میکنم و در اینجا قرارش میدم. یه دونه کپی ازش میگیرم و اون رو میارم دقیقاً سمت چپ و قرینه راستیه اینجا تنظیمش میکنم و حالا میتونم هر سه تاش رو انتخاب بکنم و باز هم کامباین رو بزنم و رنگش رو هم قرمز بکنم به این صورت. ولی الان اینا سه تا اجزای مختلف از هم هستن که برای اینکه این اتفاق نیفته ما هر سه تاش رو به یک شکل واحد تبدیل بکنیم، بعد از اینکه مکانشون رو مشخص کردیم و اندازهشون رو تنظیم، میایم و هر سه تا رو انتخاب میکنیم و در بخش فرمت به جای کامباین این بار اونیون رو میزنیم و این سه تا اجزای جدا از هم به یک شکل واحد تبدیل میشه. امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشید. توی کامنت ها بنویس که هوادار کدوم تیم هستی. فراتر از کلاس با معلم پلاس.